تمدن گذشته مردم تاجیک از قدیم به عنوان تمدن پیشگام نقشی باسزای در پیشرفت زندگی بشر اجرا کرده است و در عرصه‌های علمی، فکری، ادبی و هنری آثاری دراز مدت و تاثیرگذار از خود بر جای گذاشته است. از میان آفریده های جمله سخنوران دنیا در پیشتاق با نفوذترین تشکیلات جهانی سازمان ملل متحد، مصرع‌های شعری سعدی شیرازی همچون شعار جمله مردمان جهان ثبت گردیده آدمی را به انسان دوستی و همدلی راهنمایی می‌کند. بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. پیکری 4 مشعل افروز علم جهانی، نابغگان همه دور و زمان و فرزندان افتخار بخش ملت تاجیک در نزد بینای سازمان ملل متحد در وین، ابو علی ابن سینا، ابو ریحان بیرونی، عمر خیام و زکریای رازی، 4 تن از دانشورانی که با ذکاوت بلند و استعداد فوق‌العاده خود مشهور جهان گشتند. این بزرگترین اعتراف و محبت اهل بشر به پاس خدمت‌های عالمان و تمدن گوهربار تاجیکان است که در طول قرنها به جهان بشریت ارزانی داشتند. من افتخار از تاجیک بودن خودم می‌کنم. کجای روم سرم بلند است. 1000 مراتب شکرانه و افتخار می‌کنم از خلق خود.